همه گذاشتنش کنار؟ حتی دوستای نزدیکش؟ بیشترشون، نه بعضی حالا، ولی تقریبا همه گذاشتن. چرا؟ دیگه همین دیگه نتیجه اعمال آدم. متاع مشتری بود. وقتی آقای خلخالی حالشون بد بود و ازشون خبر میگرفتیم؟ من نمیگرفتم خبر. نه. فقط میدونستیم رفته قم، میدونستیم مریض شده، میدونستیم دیگه کسی بهش رجوع نمیکنه. نه اون میتونست کاری واسه کسی بکنه، نه چیزی دستش بود، هیچی دیگه. من یه دفعه رفتم ملاقات شدم دیگه، حالا نای حرف زدن. چی شد رفتیم؟ من چرا رفتم؟ بله. رفیقم بود. چقدر خوشحال میشه مثلا کسی بیاد ببینتش. یعنی واقعا اینقدر تنها شده؟ خیلی تنها بود. دلم سوخت یه آدمی که اونجوری گردن کلون پا میستاد وسط اون حیات زندان قصر و عرق بوده و فلان میگه. واقعیتش آقای خلخالی هیچ قابل دفاع نیست از نظر من. بیماری سختی گرفت و واقعا اون حالت غربت و انزوا و خیلی شنیدم که خیلی بدجوری دوره نقاهتش و تا مرگش گذره. واقعا انزوای مطلق. وقتی فوت کرد شما چیزی شنیدین؟ از کجا شنیدین؟ کسی بهتون خبر داد؟